بخوریم ببینی هات داگ با مرچ چه طعمی داره. شایان علی بی هات داگ 100 تومانی داریم؟ داریم؟ واقعا؟ معلوم. هات داگ 130 تومانی پروپیمون با سس دیپ چی؟ اونم داریم. اونو دیگه نداریم. بریم امتحان کنیم. خدایی؟ آره. بریم تو کارش آقا. بچه‌ها داریم با سر شایان میریم یه جای خوب و یه جای بد برای هات داگ پیدا کنی. هنوز داریم میگردیم. ببینید چی میشه دیگه. بخند که با لبخند زیباتری. دارم میرم به تهران. آشان آماده ای دیگه. میخوام سوسیس برم. بریم ببینیم چه سوسیسیه. همش گوشته. اون اون سوسیس بهشون خورده. دوستان منتظرن. بچه‌ها اون سورپرایزا رو الان میخوایم بذاریم. رفتیم از دو جا چی بود اسمش هات داگ. سوسیس. دود از کنده بلند میشه. هات داگ مسئول و کمپ مزه. یکیش بهتر از اونه که حالا میخوریم بهتون میگیم. اسم برش ببینیم. آره ببینیم واقعا کدومه. الان نمیگیم کدومش بهتره یا بدتره. این هات داگ مسئول است. اینم کمپ مزه. ببینید یک کوچولو کمتره ولی پرملاتره. خدایی گرمه آقا. یعنی لایک به ما نمیرسه تو این گرما داری بهتره. چون این کمپ مزه اولین باره این هات داگ رو زده تا حالا نخوردم. خب بازش کنیم. ببینیم چی داده. باز کنیم به بچه‌ها نشون بدیم. این از بالاش باز میشه. آب ریخت تو هات داگ. گیر کردم. علی گیر کرده کلم این تو. آقا خب رولی باز میشه این. اونم رولی باز میشه. در بیا رخ کارو ببین. عجب رخی داره. بده من اینو. من دستم یکم بیشتر درش بیا. خره در اومد. بریم ببینیم چی آقا. رخاشون جدی خیلی خفنه. ببین کمپ مزه است. کوچیک‌تره ولی پرملاته. اینم روش بیکنه و زیرش هم که سوسیسه دیگه. همش آموزشی آقا شایان. به به. همیشه بهداشت اولویت اولتون باشه بچه‌ها. سرشایان پاکیزه تو کامنت ها. اوه دعوا شد آقا. تو رو قرآن ولش کن. بچه دعوا شد. عملیات جدا سازی داریم. آقا نونش خیلی خوب بود. حالا بریم ببینیم که تو کار چجوریه. فکر کنم باید 3 قسمتش کنیم. این ول نمیکنه. وا دوباره اومدی؟ بریم برای تیستش آجی. تست ریز سوسیس. سوسیس کمپ مزه. بخوریم ببینیم چیه این. قول. یاد یه میمی افتادم. خوب سس پنیرم که همیشه عالی. سوسیسش هم مزه‌ایه. همه به اونجا نرسیدن ولی فکر کنم نون پیراشی باشه. آره شبیه نون پیراشیه. بد نیست توش سیب زمینی و پنیر. این دیپای پنیر و سوسیسش خوبه خوردی؟ آره. آجی دلم نمیاد میخوام زودتر بگم. حس میکنم این خیلی بهتره. هات داگ محسوب. آقا منم یه تست از این بزنم ببینیم چجوریه. عالی شد. این توش بیشتر سیب زمینی داره انگار. درسته؟ موقعی که بیایم سوسیس رو با سیب زمینی بخوریم سیب زمینی با ساندویچ می‌خوریم. بیا بخورش بیا. آره بیشتر سیب زمینی داره. یه فکر کنم 1-2 تا سوسیس کوچولو نصف کردن. تازه سوسیس کامل هم نیست. اکناش رد شد. آقا به نظر من همین الان یه دیسلایک بهش میدم. دیسلایک بزرگ. از 10 چند میدی؟ خوبه. 6 میدم. سیب زمینی داره آخه. اسمش ساندویچ سوسیس ولی سیب زمینی داره. بریم حالا سراغ حاج آقا مسعود که اون دیگه چیه. خوبه. از سر ما وردارین دیگه. ای بابا آقا شن بابا کلاغا دنبالمون. این که نشسته اینجا انگار قلمروشه. کلاغا هم که 4 تا نون انداختیم اینو. داداش بفرما. علی یه دقیقه صبر کن. آب بریزم برات. چی گیری کردیم آقا نمیذارم. این که پر مورچه شد اصلا. بچه‌ها تو زندگیتون برای 2 قرون پول باید پاره بشین. یعنی ما ممکنه محاصره بشین اینجا حیونا بهمون حمله کنن. یا حسین علی چه گرسنه‌ای گنده.
اوه وایسا بچه‌ها احتمالاً آخرین ویدیومونه این دیگه. برو تو کار مسعود. اینم نصف کردیم، بریم ببینیم که از پشت بریم. اول تو بخور این چجوریه، بعد من یه تیست بزنم روش. دوستات دارم میان شایان. آقا نونش نر، خب سوسیسش هم خوبه. حالا بریم رو پنیر روش هم ببینیم. طعمش هم بگو دیگه، نسبت به اون کمپ مزه هم یه مقایسه میزنیم. اینو میتونم 9 بدم، مثلا اون 7 دادم. هاتداگش الان نخوردی تازه؟ بابا از پشت دادم. خوردی؟ بخور. یه گاز توپل. آقا نونش واقعا نه. سس کالباس هم که عالی، دودی خوب. اون پنیر روش چی؟ اونم خوبه؟ خوب در اومده. فکر کنم 3-4 تا مورچه خدایی توشه. من دیدم. بخوریم ببینیم هاتداگ با مورچه چه طعمی میده. خوشم. چه طعمی داره؟ آقا یه طعم خیلی خوبی داره. این پنیر دیپه با فکر کنم کالباس ژیگو باشه. با اون سوسیسش اصلا واقعا همش گوشته. خدایی گوشته همش آقا. خیلی هم خوشمزه است. نونش هم این نونای چیزه تو سوپرمارکت هست، نون نرمای صبونه. خیلی من نمو، من خوشم خیلی اومد. هم طعم شیرینه، اصلا همون صبونه یاس فکر کنم. مسعود خدایی خیلی خوب. حالا آخر سر دلیلش هم میگم. حلالت باشه آقا. کمپ مزه خوب بود فقط نون و سیب زمینی بود. به به آقا شما در کار خیرم حتی دیده شده. داشت بذار اون یکم بخوره، اون داره گوش. چیکار میکنی؟ آقا این یه مقدار چیز شد. ادیتور اینجا رو ادیت کن مثبت 18 سال. اوه یه دعوای سنگینم افتادیم دیگه. برو بچه. آقا عجب نمیتونم بلند شم. سنگین شدی آقا؟ عجب سنگین شدم ولی خدای خیلی چسبید. اولیه خوب نبود، حال نکردم، ولی دومیه واقعا چسبید. خیلی حال داد. این گربه رو بگیرم. راحت میکنه. خب برو دیگه. خب آقا ما دیگه بند و بساط اینجا جمع کردیم و با عزیزانمون خدافظی داریم میکنیم. علی آقا علی آقا چی شد؟ علی آقا مزاحم نشو. چی شده؟ هاتداگات سنگین بود، چی شد؟ اعصابم خورده اصلا. چرا؟ آفتابو نگاه کن. خب پختن. خدا نصف این آبو خوردم اصلا. خیلی حالم بده. آقا ممنون که ویدیو رو نگاه کردید. میخوایم بریم بترکونیم بچه‌ها. میخوایم کلا یوتیوب بریزیم به هم. دقیقاً کلی ویدیو آماده کردیم و داریم آماده میکنیم که ایشالله واسهتون بذاریم. و آقا تاریخ یوتیوبرها رو میخوایم جابجا کنیم. اصلا یه سبک خاصی تو خنده میخوایم بیاریم. تموم شد. جاودانه. یه چند تا برنامه خاص آقا داریم براتون ولی لو نمیدیم. ایشالله واسهتون میذاریم کم کم یه سری سورپرایزه. ولی اعلام نمیکنیم که سورپرایز بمونه براتون. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و اینکه اون زنگوله رو بزنید. سرشایان علی بی. تموم شد آقا. بریم یوتیوب رو جابجا کنیم. سرشایان علی بی فلافل که نه صوتی ساهی گفتم. بعد اومدی تو صورتم. کلام در رفت. آقا لایک، کامنت، سابسکرایب. مرسی واقعا. چیکار داریم؟ میخوام اینجا وایسم واسه فیلم گرفتن. داریم میگیره. چیکار داریم کنیم اینجا باشیم؟ خب آره بچه ها خلاصه داشتم براتون چیکار داریم؟ حرف بزنم. خسته شدیم.